إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. خب امروز درس ما متبرک است به میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. خدا را قسم می‌دهیم به عظمت این بانوی بزرگوار اسلام در دنیا توفیق زیارت قبرش و در قیامت از شفاعتش همه ما را بهره‌مند بفرماید. جهت شادی روی اطهرش همه با هم صلوات اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد از این که با یکی از معدات مهم اجتهاد که بحث علم رجال بود با هم آشنا شدیم، امروز یک تکمله و تتمه‌ای هم نسبت به بحث رجال خواهیم داشت تحت این عنوان اقسام حدیث. خب ثمره و فایده علم رجال این بود که ما از کانال علم رجال میخوایم برسیم به سنت، میخوایم برسیم به حدیث دیگه. بله؟ یعنی علم رجال ابزاری است که ما را به حدیث میرساند. حالا ما میخواهیم با محصول و میوه علم رجال که همون حدیث هم آشنا بشیم. لذا اسمشو گذاشتیم تکمله و تتمه بحث علم رجال. به الا خود حدیث جزء معدات نیست، حدیث خود منبع هست. بله؟ خود منبع است برای استنباط حکم شرعی. منتها تردن للباب به خاطر اینکه بحث رجال تکمیل بشه امروز در رابطه با اقسام حدیث با هم گفتگو. این جمله رو یادداشت بفرمایید. حدیث از جهات مختلف قابل تقسیم به اقسامی است که در مجموع میتوان 5 تقسیم رو برای حدیث ذکر کرد. خب آقای فیاض، موضوع بحث ما چیه؟ حدیث یه چیزه، منتهای مراتب میشه از جهات مختلف ما پیرامون این حدیث بحث بکنیم. بله؟ مجموعاً از کردیم 5 تقسیم رو می شود برای حدیث ارائه داد. تقسیم اول، تقسیم حدیث بر اساس سند. بله؟ ما گاهی اوقات حدیث رو به لحاظ و ملاحظه سند تقسیم میکنیم. چند تا خودش تقسیم داره به حسب سند. 1. حدیث مسند. به حدیثی گفته می شود که دارای سند است و در سلسله سند آن اسامی همه راویان
تا زمان معصوم در کتب معتبره و مشهوره معلوم باشد. مثلا از زمان مرحوم کلینی تا زمان امام صادق سلام الله علیه 5 تا 6 تا کمتر بیشتر راوی وجود داره. تمام راویان بله من البدو الی الختم در کتب معتبره ذکر شده باشد. به این روایت میگیم روایت مسنده، یعنی روایتی که دارای سنده. میگه آقای کلینی شما از کی نقل حدیث کردی؟ میگه من از علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم از کی کرده؟ ان ابیه ابراهیم. ابراهیم ابن هاشم از کی نقل کرده؟ از فلان از فلان از فلان تا میرسه ان ابی بصیر قال از صادق علیه السلام. این تمام روات سند حدیث تا به معصوم میرسه ذکر شده باشد. به این روایت میگیم روایت مسنده. تذکر خود حدیث مسند انواعی دارد. خود حدیث مسند انواعی دارد. 1 حدیث مسند معنعن. به حدیثی گفته می شود که بدون ذکر الفاظی مانند اخبرنی، حدثنی یا سمعتو باشد. بلکه از راوی اول تا راوی به معصوم با واژه ان ذکر شده باشد. مثلا احمد بن ادریس عن محمد بن حسان عن ابی محمد عن سیف بن عمیر عن اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام. واسه دقیقه روشن شد؟ از راوی اول با چی شروع شد؟ دیگه کلمه اخبرنی، سمعتو، حدثنی اینا بیان نشده. فلانی عن فلان عن فلان عن فلان تا میرسد به امام صادق. اینو یه اصطلاح باش جعل کردن، حدیث مسند معنعن. درست شد؟ ببین تعریف کردیم حدیث مسند کدومه؟ دارای سند باشه دیگه. این هم دارای سنده، اما از اون الفاظی که گفتیم بهره نجسته، از لفظ عن. اینو میگه حدیث معنعن. 2 حدیث مسند عالی و نازل. آزیشان چی گفتیم؟ حدیث عالی و نازل، یعنی مسند عالی، مسند نازل. تعریفشون چیه؟
هر خبر مسندی که در مقایسه با دیگر روایات دارای واسطه کمتری باشد و راویان کمتری حدیث را از معصوم نقل کرده باشند. بله، ببینید هر که به عصر معصوم آدم نزدیکتر باشه اطمینان آدم به اون حدیث چیه؟ بیشتر. با کمترین واسطه انسان از معصوم نقل میکنن. این را میگیم روایت مسند عالی. گاهی اوقات اگه ملاحظه کرده باشیم میگیم فلان حدیث عالی السند است. حدیث عالی السنده یعنی چه؟ روایت سندش عالیه. اولا مسنده، ثانیا سلسله سند هم چیه؟ ببین شما گاهی اوقات میگی من به 20 واسطه خبر رو از امام صادق، گاهی اوقات میگه نه با 4 واسطه روایت به امام صادق میرسه. درست شد؟ اما خبر نازل اون خبری است که تعداد راویان و واسطه ها تا به امام معصوم نسبت به روایات دارای واسطه بیشتر باشد. مثلا کتابی دارد مرحوم عبدالله ابن جعفر حمیری به نام قرب الاسناد. قرب الاسناد از آن جایی که راویان کمتری در سلسله سند حدیث است به این کتاب میگن قرب الاسناد. بشد یعنی سندهاش غریب و نزدیک به امام معصوم میگذاشه. این هم یک تقسیم برای حدیث مسند. پس تا الان حدیث مسند رو تقسیم کردیم به حدیث مسند معنعن، حدیث مسند عالی و نازل. سوم حدیث مسند مضمر. حدیث مسند مضمر به روایتی گفته می شود که راوی آخر به جای اینکه نام امام معصوم را ذکر کند در آن از ضمیر استفاده می کند. مثلا آخرین روایت عن ابی بصیر، عن ابی بصیر قال، کی قال؟ ابی بصیر قال سألته علیه السلام، سألته علیه السلام، یعنی به جای ابو بصیر که قال ابو عبدالله یا قال است صادق، بله ابو بصیر چی میگه؟ قال سألته. درست شد؟ پس چون تصریح به نام امام نشده است
به این روایت میگیم مضمره. پس سلسله سند ذکر شد، اما اون آخرین راوی تصریح به نام امام نفرموده. به این روایت میگیم روایت مضمره. اینم شده سوم. چهارم، روایت مسند معلق. مسند معلق شما میگه خب روایت اگه معلق باشه چطور مسند داریم بهش میگه؟ بله، اگه مسند معلق معنا نداره، معلق بوده باشد مسند نداره. تعریفش رو دقت کنید. معلق هم جز روایات مسند میشه. خبری است که در یک جا محدث، مثلا شیخ کلینی، اون خبر را با تمام سند نقل می کند تا معصوم. ولی در حدیث دیگر یا جای دیگر همه یا بخشی از ابتداء سند را حذف می کند و سند این حدیث دوم را معلق می کند بر حدیث قبلی. آیا حمیدی روشن شد؟ الان امروزه آیون که تو قلم زدن هستن، مثلا طرف از نهج البلاغه بخش حکمت داره کار میکنه، اول آدرس کامل میده، میگه نهج البلاغه بخش حکمت فلان. یه حدیث دوم از همون حکمت میخواد نقل میکنه، دیگه نمیگه نهج البلاغه قسمت حکمت، میگه همان حدیث فلان. درست شد؟ همین که میگه همان یعنی چی؟ یعنی این حدیث دوم رو معلق کردم بر منبع اول. چون منبع اول من کامل سند رو ذکر کردم، این حدیث دومم از نظر سند عین سند قبلی می بوده باشد. پس چون حدیث دوم معلق بر حدیث اول است، حدیث اول مسند بوده، به حدیث دوم هم ما میگیم مسند. درست شد؟ پس بناءً علی هذا این حدیث معلق هم جزء اقسام مسند می باشه. بشماریم. پس اولین قسم از اقسام حدیث مسنده. حدیث مسندم برای خودش یک زیر مجموعه داشت. بفرمایید. حدیث معنعن، دو عالی و نازل، مضمر، معلق. اینا زیر مجموعه حدیث مسند می باشه. درست شد؟ دوم، یعنی باز همون تقسیم اول داشت که تقسیم بر اساس سند. اول شد حدیث مسند، دو حدیث مرسل. حدیث بفرمایید مرسل. حدیث مرسل یعنی حدیثی که سندش رها شده است. مثلا مرسل به معنای چیه؟ رها شده. با آن حدیثی است که یا اصلا سند ندارد
یا در سند آن نام همه راویان ذکر نشده است. درست شد؟ شما الان گاهی اوقات طرف میاد یه روایتی میخونه میگیم این حدیث مرسله هست. بله؟ مرسله در مقابل مسنده. وقتی تعریف مسند چه گفتیم؟ من البدو الی الختم راوی ذکر شده باشد. پس مرسل به اون روایتی گفته می شود که سندش رها شده. رها شده کاملا رها شده، یعنی اصلا راوی ذکر نشده، یا نه از 10 تا راوی که داشته 5 تا ذکر شده، 5 تا دیگه ذکر نشده. به این روایت میگیم روایت مرسله. حالا آیا روایت مرسله ارزش دارد یا ندارد؟ تو اون بخش حجت و عدم حجت بحث میکنیم. گاهی خود یک روایت سندش مرسله اما محتواش اصحاب بهش عمل کردن. بله، اصحاب بهش عمل کردن. اما گاهی خود نه، روایتی است که اصحاب به متنش عمل نکردن. اصل اولیه این که روایت مرسل حجت نباشه، چون حدیثی ارزش داره که صدورش از معصوم برای ما ثابت شده باشه. درست شد؟ پس حدیث مرسل در مقابل حدیث مسنده. خود حدیث مرسل هم اقسامی داره، یعنی تو ذیلش اینا قرار میگیرد. یک، مرفوعه. واسه تقییم. پس مرفوعه جزء کدوم حدیث شده؟ مرسله هست. ها چرا بهش میگم مرفوعه؟ بله، حدیث مرفوعه خبری است که نام برخی راویان ابتدای سند ذکر شده است، ولی راوی آخر بدون ذکر نام واسطه های خود تا معصوم نقل حدیث می کند. مثلا همون حدیث قبلی که خوندیم، مثلا احمد ابن ادریس عن محمد ابن حسان عن ابی محمد الرازی رفعه الی المعصوم علیه السلام. محمد رازی تا امام صادق خیلی فاصله داره. راوی بعد خودش چه کرده؟ خودش حدیث رو رسان به امام معصوم. این روایت مرسله هست، چون در مرسله گفتی یا تمام سند یا بخش سند ذکر نشده باشه. چرا میگه مرفوع؟ چون از کلمه رفعه استفاده کرده. بله، رفعه الی الصادق الی الصادق، یعنی خودش حدیث را رسان به امام معصوم، و حالی که ایشون جز شاگردای امام صادق نبوده. به این روایت میگن روایت مرسله مرفوعه. دقت شد؟ دو، موقوفه. موقوفه مرسله هست اما بهش میگن موقوفه. روایت موقوفه دو اصطلاح دارد. الف، خبری که سلسله سند آن به معصوم برسد
ولی نام معصوم برده بفرمایید نشود. میگه از مرحوم کلینی تا ابی بصیر رفت، اما ابا بصیر نمیگه قال است صادق، تا به ابا بصیر میرسد متوقف میشه. درست شد؟ بالاخره ابو بصیر از کی نقل کرد؟ نمیگه قال سألت علیه السلام، نمیگه قال الصادق علیه السلام. این اصطلاح دوم، ولی همین ادامه بدیم. ولی راوی آخر معروف است، مثل ابی بصیر معروف است به این که از غیر معصوم نقل حدیث نمی کند. مثلا از اصحاب اجماع باشن. دقت کردید؟ آخرین راوی کیه؟ از اصحاب اجماع است، مثل بزنطی، مثل ابابسی، که اینا از اجل اصحاب ائمه هستند و اینا دیگه از غیر معصوم نقل روایت نمی کنن. اما از اینجایی که اسمی از معصوم نبردن به اینا میگیم روایت موقوفه. این اصطلاح دوم روایتی است که سلسله سند آن به صحابی پیامبر یا مصاحب امام منتهی شود، نه به خود پیامبر و امام معصوم. درست شد؟ به بار دیگه اون راوی از اون دسته راویایی نیست که از غیر معصوم نقل نمیکنه. نه، آخر راوی از کسانی است که یا از صحابه پیغمبر نقل روایت میکنه یا از مصاحب امام معصوم. خب یادداشت بفرمایید. نزد امامیه فقط قسم اول موقوف حجت است. قسم اول کدوم بود؟ آخرین راوی از غیر معصوم نقل روایت نمیکنه. اینجا میگه موقوفه در حکم مسنده است. دقت کردین؟ اما نزد اهل سنت موقوف به هر دو قسم آن حجته. اینم تفاوت حدیث موقوفه عند امامیه و عند العامه. پس اونها هر دو قسم موقوفه رو حجت میدونن، ولی امامیه از قسم اول رو فقط حجت میدونن. خب اینم شده قسم دوم روایت مرسل. سوم مقطوعه. پس مرفوعه، موقوفه، مقطوعه. و همه اینا زیر مجموعی که هستن مرسله هستن، منتها هر کدوم به یه اعتباره. درست شد؟ مقطوعه اون حدیثی است که بعضی راویان آن ناشناخته باشند یا اتصال اسناد آن به معصوم معلوم نباشد. بله؟ خوش کلمه میگی مقطوعه. بله؟ مثلا از زمان کلینی تا امام معصوم 5 تا طبقه داشته باشیم، 2 طبقه اول مشخصه، 1 طبقه آخر مشخصه،
اما طبقه سوم و چهارم مشخص نیست. مشخص نیست یعنی چی؟ دو اصطلاح. افرادی هستن که اصلا تو کتب رجال از این راویان بحث نشده، از حالات این راوی برای مشخص نیست، یا اصلا طبقه سوم و چهارم ذکر نشده، پس میشه مرسله. منتها به چه اعتبار؟ مقطوع است، یعنی برخی طبقاتش قطع شده است. مثل که شما این سلسله بار داری میگه ان فلان ان فلان ان فلان، حکمت وسطا به طبقه سوم به چهارم میرسی، هی این طرف اون طرف نگاه میکنی، یعنی این راوی که شما رو به طبقه چهارم یا پنجم برسانه پیدا نمی کنی. آقای فیاض بگو طبقه سوم و چهارم رو، اصلا پیدا نمیشه، یا هست ولی تو کتاب رجال نسبت به اینها اظهار نظر نشده. به این روایت میگیم مقطوعه. پس روایت مسنده 4 قسم شد در ذیل خودش، روایت مرسله هم 3 قسم شده است، مرفوعه، موقوفه و مقطوعه. این تقسیم اول که آیا حدیث دارای سندی پدر مادردار هست یا دارای چنین سندی نیست. اگر سندش زیبا باشد به این روایت میگیم مسنده، دارای سند زیبا نباشد به این روایت میگیم مرسله. مسنده در ذیل خودش اقسامی داره، مرسله هم گفتیم بر خودش اقسامی داره. این تقسیم بفرمایید. استاد این اقسام در حالی که باید مباین هم دیگه باشد، بعضی اینها تداخل داره. نه ما نگفتیم مباین هم باشه. اقسام تقسیمی که کردن استاد باید بله تقسیمی که با هم مباین باشه. نه هم اقسام بله، ولی داخل در اون مقسم هستن دیگه. مقسم که باید بله. تقسیمی که به هم میشه مثلا اقسام میشه با هم مباین باشه دیگه. بله بفرمایید کدام نیستن؟ بله کدامشون این اقسامی گفتیم مباین نیستن؟ مثلا همون حدیثی که فرمودی مثلا عالی و مزمر و اینها، یعنی سند مسند یعنی دارای اعتماد، دارای اعتبار، معناش همینه در لغت. کی گفته سند یعنی اعتبار؟ درسته؟ همین مسند. آقا جان گوش بده، همین اول داره راه اشتباه میری. ما نگفتیم هر روایت مسند حجت است یا نیست، اونو گفتیم یه تقسیم دیگره. ما الان فقط میخوام بگیم این روایت مسنده هست، این روایت مسنده نیست. اما آیا نمیگم استاد همین تقسیمی که کردن این کلمه مسند در همه اقسام تکرار شده. بله مسند در اصطلاح و در لغت دارای اعتماد و اعتباره. کی گفتی این از کردن؟ من دارم در لغت با اصطلاح گفتن یعنی مسند یعنی دارای اعتبار. کی گفته اینا؟ کدام قبل رجالی اینجور تعریف کرده؟ ما داریم میگیم روایت مسند یعنی دارای سنده، اما این سند دارای اعتبار هست یا دارای اعتبار نیست. این بحث بعدیه که گفتیم 5 تقسیم برای روایت داریم. یک تقسیمش از باب حجت لا حجته، یه سری روایات اعتبار دارن یعنی حجتن، یه سری روایات اعتبار ندارن. خب یک چیزی که فرمودی استاد همین که سلسله سند کم باشد یعنی عالیه، درسته؟ بله یعنی اگر کم باشد یعنی عالی نیست، خلاصه کمتر از اینه. خب در مورد حدیث ما نمیتونیم بگیم که مثلا سند کم باشه و خوبه یا نباشه، بله مهم در مورد خبر این که راویان حدیث موثق و مورد اطمینان باشه. باز شما داریم برمیگردیم به اون موثق و غیر اجازه بده. ما میگاه میگیم سلسله سند راوی اول تا امام کمتره، گاهی قد سلسله روات از راوی اول تا امام این خدمت کن تعدادشون. اینجا بحث ما از نظر کمیه، از نظر کمیه آیا تعداد راویان کمن یا زیادن. میگه اگر تعداد راویان کم باشد به این روایت میگه مسند عالی. اما آیا مسند عالی حجت است یا حجت نمی باشد اون بحث دیگر می باشد. این یه اصطلاحی است که آقایون میگن آقا روایت عالی کدومه؟ سلسله سندش کمتر باشد. نازل کدومه؟ یعنی ما از امام زمان امام معصوم خیلی
فاصله گرفتیم، یعنی میخوام بشماریم تا به امام معصوم بشیم، شاید 20 تا واسطه هم بخوره. الان مثلا تو ما الان قرن 15 دیگه، مثلا جناب عالی میگه من اجازه روایت از مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی دارم. اجازه چی دارم؟ روایت نقل حدیث دارم. میگه از شما که الان قرن 5 میخوان باید برسید به آقای مرعشی. ایشون از استادش کی بوده؟ شیخش. او شیخش کی بوده؟ تا برسی به امام معصوم. این واسطه زیاد باشد میگن روایت سنددار نازل، یعنی تعداد راویاش زیاده. عالی کدومه؟ بله کمتر باشه. اما این که آیا کدوم یکی از اینها حجت است یا حجت نیست، ما که نمیگه کل مسند حجت، هر روایتی که سند داشته باشه حجت. نه انشالله میاریم روایتی شما پیدا میکنید سلسله سند کامل ذکر شده، اما میرسیم به فلان میگه علی ابن حسن فضال که در سلسله روایت قرار گرفته آدم موثق نیست، لذا روایت حجت نمی باشه. دقت کردید؟ ما فعلا داریم روایت رو میگیم آیا سند متصل است یا سند متصل نیست. این تقسیمه. متصل باشد بهش میگیم مسند، متصل نباشد بفهم بهش میگیم مرسل. حالا این مرسل از جهاتی مرسله. دقت کردید؟ 3 جهت به باعث مرسل بودنه، 4 جهت مسند بودنه. این تقسیمه. اما حجتاً املا، ای چه بسا حدیث مسند حجت نباشد اما حدیث مرسل حجت بوده باشد، اون بحث دیگر است. اما تقسیم دوم، تقسیم دوم حدیث بر اساس تعداد راویان هر حدیث در هر طبقه. راویان هر حدیث در هر طبقه. ببین تو هر طبقه میگیم یعنی یک نسل. درست شد؟ الان از زمان شما میخواد بگیری تا به امام صادق برسی شاید 10 نسل باشه. دقت کردی؟ هر طبقه هم معمولا میگن بین 50 تا 100 ساله. درست شده؟ مثلا جناب عالی که الان سنت خدمتتون از کنیم 50 ساله، شما از کی میتونید نقل روایت بکنید؟ آیا میتونید از کسی که 100 سال پیش است نقل روایت بکنید؟ بفرمایید. نه. میگه از عمر تو اقتضا نمی کند که از اون آقا نقل حدیث بکنید. لذا در رابطه با برخی از آقایونی که ناقل حدیثن میگه فلانی از پیغمبر این مقدار روایت نقل کرده. میگه فلانی در زمان پیغمبر نبود یا اگر بود سنش اقتضا نمی کرده. دقت کردین؟ حالا میخوایم بیم تعداد راویان هر طبقه. حالا میخوایم روایت را تقسیم بکنیم. کار به سند داشتن و مرسله بودن نیست. میخوایم روایت را تقسیم بکنیم از جهت تعداد راویان تو هر طبقه. درست شد؟ چون هر طبقه تا به امام معصوم برسد. 1 خبر متواتر. خبری است که راویان آن در هر طبقه پرشمار باشند، به حدی که تبانی و توافق آنها بر کذب ممکن نباشد. بله؟
ما یادم اون موقع ما شد بخوندیم مثال مثل خبر تو منطق متواتر و متواتی و مشکک و امثال اینها. متواتر رو وقتی مثال میزدن میگه وجود کعبه در مکه، وجود کعبه در مکه. الان شمایی که هنوز مکه نرفتی و وجود کعبه چی دارید؟ به وجود کعبه در مکه یقین دارید. چرا؟ میگه آقا امسال من به حضور 100 تا حاجی رفتم، اینا گفتن کعبه در کجاست؟ حاجی هایی که سال قبل رفته بودن همین حرف زدن، حاجی های قبلش هم همین. ببین تو هر طبقه تعداد فراوانی هستن که به یک خبر اخبار میدهن. میگیم شاید دروغ گفته باشن، میگن توافقشون بر کذب بله عرفاً ممکن نیست. دقیقاً میگه امسال با هم دیگه توافق کردیم دروغ رو بگن، سال قبل چی؟ سال قبل چی؟ ببین از 50 سال قبل تا الان ما میایم، هر حاجی که رفته بفرمایید میگه کعبه در مکه است. حالا حدیث متواتر مثل حدیث ثقلین، بله حدیث ثقلین از اخباری چیه؟ متواتر، هم شیعه هم سنی نقل کرده است. اینو میگه حدیث متواتر. پس تو هر طبقه تعداد راویان باید به قدری زیاد باشن که احتمال توافق بر کذب وجود نداشته باشه. خب این حدیث رو میگیم حدیث متواتر. حالا تو اصول هم شما ملاحظه کردید تواتر گاهی اوقات تواتر لفظیه، گاهی اوقات تواتر معنوی می باشد. حالا کار به اونجا نداریم. پس حدیث متواتر. دو، خبر واحد. خبر واحد هر خبری که خبر ویژگی خبر متواتر رو نداشته باشد. شما گاهی اوقات این سلسله سند رو نگاه میکنید، بله ببینید در طبقه اول 1 نفر 2 نفر وجود داره، همینجور میگیری تا به امام معصوم میرسه. حاصل منظور در خبر واحد احتمال توافق بر کذب هست یا نیست؟ هست. چون احتمال توافق بر کذبه، لذا اینجا باید تو حالات راوی جا کنیم دقیق بشیم، ببینیم موثق است یا موثق نیست. دقت کردیم؟ لذا میگه خبر واحد عادل هم تازه باشه چیه؟ ظنیه. اصل در ظنون هم عدم حجیته، ولکن در شریعت اومدن خبر واحد عادل رو چه داشتن؟ حجت دانستن، ما حجت میدادیم. این میگم خبر واحد. 3، خبر مستفیض. خبری است که خیلی تعریف سادهش، خبری که از متواتر کمتر و از واحد بالاتر باشه، که در علم رجال میگویند در هر طبقه از سند حداقل 3 راوی وجود داشته باشد. پس خبر اما متواتر و اما واحد و اما مستفیض. 4، خبر عزیز. خبر عزیز اگر در خبر واحد در هر طبقه از سند حداقل
دو راوی وجود داشته باشد. خبر واحد چی بهش میگن؟ خبر واحد عزیز. 5 خبر واحد غریب با غین. اگر در هر طبقه از سند تنها یک راوی وجود داشته باشه. ببین 6 طبقه هست بین طبقه اول تا طبقه آخر که به ما میرسه. متأسفانه تو هر طبقه یه راوی بیشتر وجود نداره. اینجا الان با آدم حساسیتش بیشتر میشه. لذا میگیم روایت عجیب و غریبه. آیا بپذیریم یا حساسیت نسبت به این روایت چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا باید روی این راوی چی باشیم؟ بیشتر دقیق بشیم که آیا عادل هست یا عادل نیست، موثق است یا موثق نیست. پس خبر از نظر تعداد راویان یا مستفیض است یا واحد است یا متواتر. خود واحدم 2 قسم شده است، یا عزیزه یا غریب می باشد. درست شد؟ پس امروز ما 2 تا تقسیم رو برای روایت ذکر کردیم. روایت مسند 4 قسم شد، روایت مرسل 3 قسم شد. 2 روایت را از نظر تعداد راویان تو هر طبقه بست کردیم. اگر زیاد باشند متواتر، نباشد اگر تو هر طبقه 3 نفر باشند بهش میگیم مستفیض. اما اگر در هر طبقه 2 نفر باشند یا 1 نفر باشند بهش ما میگیم خبر واحد. دقت کردیم؟ پس خبر متواتر، خبر واحد، خبر مستفیض. خود خبر واحد رو گفتیم تو قسم میشود دیگه. خبر واحد عزیز که تو هر طبقه 2 راویه، خبر واحد غریب که تو هر طبقه 1 راوی باشه. اینم تقسیم دوم. التقسیم الثالث ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد خب یک